شرعی ما هست و ما که در تاجیکستان جهاد را اعلان کردیم به خاطر دفع چنین قانونی که مخالف قانون صریح قرآن بوده. شما بر بالای ما اعتراض کردین که حکومت طالبان طور مثال در افغانستان دختران را از مکتب باز داشته، از درس و تعلیم باز داشته، علم فرض است، درست است. وقتی که طالب دخترها را از خواندن، حالا که طلب علم فرضه کو برای مرد برای زن، چی با که اینها من کردن، چی با علیه طالب جهاد اعلان نکردی؟ من به این سوال شما یک جواب میتم. و امارت اسلامی آیا انکار از علم کرده، از دانش کرده، از آموزش کرده، از آزادی زن کرده؟ از هیچ چیز انکار نکرده، از هیچ چیز، از علم انکار نکرده. وقتی که اگر انکار میاد، چرا دخترانی که زیر سن بلوغت باشه در تا به سن 6 و 7 میخوانن، چرا اونها را اجازه میده؟ چرا خواهرانی که در مدرسه میره اجازه میده؟ چرا در دارالعلوم میره اجازه میده؟ از علم هیچ کس انکار نکرده. فقط یک چیزی را امارت اسلامی افغانستان و طالبایی که تو میگی طور مثال اون مخالفت داره، به حجابی هست، به ستری هست، به عزتی هست. مثل شما ما کسانی نداریم که در دست حکومت ما باشه. الحمدلله در تاجیکستان جهاد فرد، در افغانستان جهاد بالاخره بغاوت است. در افغانستان جنگ کردن بغاوت در مقابل حکومت. علی رحمان شما طور مثال رئیس جمهور شما رقاصه هست، ما الحمدلله رئیس الوزرای ما شیخ الحدیث است، امیر المؤمنین ما شیخ الحدیث است. شاید مثل شما وری علمای درباری، علمای جاهل، علمای نادان شاید 100 سال دیگر هم درس بخوان، والله که درسشان میده. ما وزرای ما الحمدلله شیخ الحدیث است. طور مثال مادان والی های ما شیخ الحدیث و علما همه. درست است که خطایی در نظام هست، مشکلات در نظام، شاید ما ایجاد کرده باشه، شاید یک کسی مانند ما گناهکاری باشه، شاید نفسانی بوده باشه، مشکل را ایجاد کرده باشه، ولی در رسم خیلی انسان های فقیه، دانشمند، شیخ الحدیث، مفسر و محدث داریم. چرا ما چی گفته ما جهاد در اینجا فرض اعلان بکنیم؟ آیا طور مثال ما حکومت امارت اسلامی را در مقابل جهاد فرض اعلان بکنم؟ یک کسی بیا، کی است که در برابر حکومت مبارزه بکنه و بیا از این بهتر حکومت بکنه بر بالای ما؟ کی خوبتر و بهتر است؟ عالم بگی همینها، شیخ الحدیث بگی همینها. طور مثال درست مشکلات را ما داریم، چی گفته ما جهاد را در اینجا اعلان بکنیم؟ دکتر ایاز نیازی تاجیک نبود، مولوی حیات الدین تاجیک نبود، ببین مولانای انصاری تاجیک نبود. همیارا کی کشت؟ و سخنی که اشاره کردی، عالمان تاجیک را از قبیل ایاز نیازی شهید رحمت الله علیه و جناب مولانا انصاری شهید رحمت الله علیه و مولانا حیات الدین صاحبی شهید رحمت الله علیه، اینها را اشاره کردی. جناب مولانا صاحب حیات الدین شهید رحمت الله علیه و ایاز نیازی شهید رحمت الله علیه، اینها از جمله کسان علمایی بودند که در زمان حکومت طاغوتی اینها شهید شدند، جام شهادت نوشیدند. کلیپ های صوتی و تصویری ما موجود. در مقابل اون حکومت جهاد را اعلان کردیم، در مقابل اون حکومتی که سر و پا در مقابل حکم شریعت استادگی کردن، همون قسمی که در تاجیکستان اعلان کردیم. ما آزاد هستیم، در افغانستان هم اعلان کرده بودیم، آزادی خود را ما داریم. درست از امروز سخن حق را میگم، ملت از سخن من، سخن دین را باید پیروی بکنه. روزی که مانند تو شدم و به خاطر طور مثال در مقابل کسی که در مقابل نظام الله استاده شد، اگر ما فتوا دادم توجیه کردم سخن از او را، ملت میدانه و گریبان یخن من را گرفتن. اگر ملت نگرم مثل بلعم با اورا ما شرمنده میشم. اگر ما طور مثال ما تو را توجیه بکنیم، تو عالم بود، دیر و سخن خوب میگفتی، بلعم با اورا خوب نبود، بلعم با اورا عالم نبود. امی تورات انجیل ما از تو پرسان میکنم، کی خراب کرد؟ تورات انجیل عوام خراب کرد، عوام خوانده نمیتونست سوره. کی خرابش کرد؟ امی علما خراب کردن. در درون افغانستان بلی و تگری ای همه مشهور و معروفین. بین چی باید جهاد اعلان نمیکنین؟ در اینجا ملت افغانستان که روایتکار خواندین، این ملت درست است، فساد هست. هر کس شاید به اندازه خود فساد، اطاعت پروردگار، گناه و معصیت، هر حالت زندگی خود را داره. درست است، ما نمیگیم که گناه در افغانستان نیست. افغانستان مدینه طیبه هست، زمان رسول الله هست، زمان صحابه هست. مشکل است این سخنی را که عمومی بر ملت افغانستان خطاب کردی
یک کمی از این آه و ناله، درد و مجاهدت ملت افغانستان که به لگها شهید در به خاطر دفع فساد دادن، به خاطر دفع ظلم دادن، به خاطر علمی فسادهایی بود که ملت افغانستان شهید دادن، یک کمی شرم بکنین. یک کمی درست است که ما به او اندازه فحش نگفتیم، فساد بیان نکردیم. یک کمی خودتان باید حیا داشته باشین. چیز دیگری که در آخر می اشاره بکنم، شما گفتین که به بردی گفتن ما را نماندین، خدای را گفتیم و کشتین و زدین، ولی که به بردی گفتن نماندین. نام همون مردک خدای بردی بوده است. وقتی که خدا گفته است گرفتن در و مقصد نابودش کردن که تو نام تا خدا گذاشته. بیچاره به هم منی بگیم بردی نیستادن. برای می ایجاد یگان دروغ همین گپو، جنگی با خدا و جنگی با حجاب و نه، بلکه یگان شما ده یگان سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خودش داره، همین قرغیز لباس خودش داره، یا بگیم عرب لباس خودش داره، ترکمن لباس خودش داره، ما هم لباس خودمان داریم. ولی لباس ما از همه این لباسایی که همین مردم بیرون داره و درون داره با جوابگویی بگیم به همین لباسایی که به همین آیات‌های قرآن است، به همین با مطابق لباسای ما هست. ای وقتش یگان کسالی نگفت هست مقابل جو، بلکه گفتن که لباسایی که مادرامون میپوشیدن، بین مادرامون میپوشیدن، مامه‌هامون میپوشیدن، شما نمیدونین که اون چی لباسه. و لباسی را که در اونجا ترویج کردین لباس ملی خواندین، یعنی به این معنا همون لباس ملی ما هم حق داریم، قزاق و قرغیز و عرب لباس ملی خود دارن، ما هم داریم. امیر من از سوال میکنم، ای جناب مولوی صاحب بزرگوار، اگر یک عوامی سخن را میگم من گله نداشتم، تو عالم هستی، لباس ملی ما مقدم است یا لباس شریعتی که در صدر اسلام بود، لباس عایشه و خدیجه و فاطمه برای زنان ما الگو است، یا لباس ملی که یک دو زن فاحشه در سرزمین های اسلامی میپوشه او برای ما لباس ملی شده نمیتونه. و این هم گفتی که لباس ما به خدای گفت و بردی گفتن نماندی. درست است که همون لباس ملی را ترویج میکنه. لباس ملی شما چی است؟ همون لباس ملی که البته حکومت شما میخواد ترویج بکنه، روی باز بوده باشه، یخن باز بوده باشه، شانه ها باز بوده باشه، به امرای مردان نامحرم هر قسم رقاصگی میکنه، رقاصه پروری میکنه، فساد میکنه، هیچ کس کارش نداشته باشه. امیر لباس ملی شما هست و یا خیر؟ آیا امیر تو قبول داری؟ من حیث یک مسلمان، من حیث یک عالم نمیگم، من حیث یک مسلمان آیا تو قبول داری؟ و همچنین یک قانون دیگری که به نام دیسکوتیک است، اونجا را خو از ما کرده خوبتر شما بلد هستین. ما در مقابل از چرا صدا بالا نکردین؟ چرا در مقابل از ایستادگی نکردین؟ و در آخر برای ملت عزیز و شریف نجیب تاجیکستان میگم مطلبی که درد شما درد ماست. ملتی که گریه کردین ما هم گریه کردیم، ملتی که صدا بالا کردین به خاطر دفاع شما ما مسئولیت داریم، باید صدا بالا بکنیم. برادران و خواهرانی که صدای مرا میشنوند در تاجیکستان، در داخل خارج کشور افغانستان، در کشورهای دیگری آزرده نشوند، خسته نشوند. البته مسئولیت دینی ما بود برای از این که حد اقل ملتی که همو توجیهات بعضی از علمایی که البته گفتم من دوستشان دارم، حالم دوستشان دارم و دیروزم دوستشان داشتم به خاطر که سخن حق را دیروز میگفتن. البته این سخنی که امروز توجیه کردن چون این سخن را اگر از برادرم هم باشه قبول ندارم و محبت این سخن در دل ما جای نمیگیره. به امید موفقیت و سربلندی تان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.